چی رنج و جفا با فرزندانم به سر ببرم بگویم. در اینجا شرایط ما خیلی وخیم است. 3 سال پیش شوهرم به دلیل اینکه سرباز دولت سابق افغانستان بود، طالبان شب و روز دنبالش بود تا شوهرم را از بین ببرند. متاسفانه مجبور شد از کشور به صورت قاچاقی به کشور ایران فرار کند. اما در مسیر راه ناپدید شد و در این 3 سال هیچ خبری از شوهرم ندارم. احساس می کنم به دست دوزان قاچاقی ایران از بین رفته باشد و یا هم به چنگ طالبان افتاده باشد. من و 2 فرزندم 3 سال است که بدون شوهر در بدترین شرایط ممکن زندگی کردیم. در یک شب طالبان به خانه من هجوم آورد و میخواستند شوهرم را دستگیر کنند، اما شوهرم فرار کرده بود. آنها با شلاق لطکوب مرا لطکوب کردند که شوهرم گیجاست. هنگام لطکوب طالبان پسر بزرگم که 3 سال دارد از شدت ترس بیهوش شد و اکنون نمیتواند مثل روزهای اول صحبت کند و حالا لکنت زبان دارد. آن شب طالبان دست راست و سرم را شکستند. نزدیک 6 ماه نمیتوانستم حرکت و کار کنم. بدون آن حادثه وحشتناک مجبور شدم دختر 3 ساله هم را به خاطر سیر نمودن شکم و خودم و پسرم به یک شخص 30,000 افغانی بفروشم. گاهی اوقات از زن بودن و مادر بودن خودم نفرت دارم.